الان داری چی میخونی؟ اصلا داری من چیزی میخونی؟ من هیچی نمیخونی، داری کار میکنی. هیچی نمیخونم، کار میکنم. خب پس قبل از این که بخوای هزینه ها رو بگی به هم بگو که کی کار پیدا کردی و چه جوری کار پیدا کردی. خب درسم که تموم شد من شروع کردم که رزومه آماده کردن و موتیویشن لتر آماده کردن و اینا. زمان تحصیل کار نمی‌کردی؟ کار دانشجویی میکردم سروش. چرا من 6 ماه اول خب وقتی اولا که بذار اولش بگم من وارد شدم اولین کلاسای دانشگاه شروع شده بود و من اولین کلاسی که رفتم یه آتلیه بود، یعنی کارگاه بود. خب که بچه‌ها پلانای ساختمون گذاشته بودن جلوشون و داشتن میگفتن که کدوم تیر رو میشه برداشت، کدوم ستون رو میشه حذف کرد، کدوم رو نمیشه حذف کرد. من زبان فرانسم خوب بود، واقعا خوب بود، یه جوری که توی اتوبوس مثلا میرفتم. یه بار همون روز اول سوار یه اتوبوس شدم که چقدر من دارم میپرم. نه اشکال نداره، قشنگ داستانه بگو. یه روز من روز اول رفتم دانشگاه شهریم ثبت نام کنم، شهریم من پرداخت کنم. خب کارت بانکی که نداشتم، وارد دفتر شدم. یه آقایی اومد رد شد گفت که اینجا چی کار داری؟ گفتم که اومدم ثبت نام کنم. و یه ذره نگاه کردید همه همکاراش سرشون شلوغه، گفت که بیا دفتر من. رفتم شروع کردم حرف زدن و لیست مدارکی که می‌خواستن من به ترتیب آماده کرده بودم. فلان چیز بفرمایید، فلان چیز بفرمایید، فلان چیز بفرمایید. بعد قبل از اینکه مدارک منو ببینه گفت که هزینه‌اش میشه 243 یورو، چجوری پرداخت می‌کنی؟ با کارت پرداخت می‌کنی یا چک میدی؟ گفتم من چک ندارم، کارتم ندارم، از ایران اومدم و فقط کش دارم. یه لحظه این ویدیو رو نگاه کردم، گفت که از ایران اومدم قصد فرانسوی حرف می‌زنی؟ باریکلا. گفتم که بله خیلی ممنون. مثلا دفعه گفت که یه ذره فکر کرد، همینطوری تو مانیتورش رو نگاه کرد، برگشت گفت حالتون خوبه؟ فارسی. جدی؟ خدا ایرانی بود. جدی؟ بعد دمش گرم گفت که من ترجمه دیپلم مدرسه دیپلمتو. گفتم که اونو ترجمهشون ندارم، اصلا فکر نمی‌کردم احتیاج باشه اینا، ولی میتونم بگم که خانواده‌ام ترجمه کنم برام بفرستم. گفت که نمیخواد، همینو میذارم برات اصلشو. من بذارم. بعد زنگ گفت که الان کجایی؟ گفتم هتلم تازه رسیدم. گفت که بذار زنگ زدیم دوست داشت. گفت که دختره هم وطنمون اومده و دنبال خونه میگرده، خونه نداریم بهش بدیم و این کارا اینا رو بهم گفت. و بعد گفت که حالا بعد چون ما اینجا کش قبول نمی‌کنیم، بعد به دانشکده علوم پزشکی اونجا کش میتونی پرداخت کنی. خلاصه مثلا اومد آدرس اومد دانشگاه بیرون و تو ایستگاه اتوبوس نشونه من داد که اینجوریه با اینجا کم از این هموطنا پیدا میشه، خیلی کم پیدا میشه. من فهمیدم که بچه‌های ایرانی قبلا دیده بودنش ولی هیچ خودشو به هیچ کی معرفی نکرده بود. بچه‌ها میگفتن ما حدس می‌زدیم این ایرانی باشه، ولی دیدیم یه بار بهش گفتیم که شما ایرانی؟ گفت که من آنفان دو موندم، یعنی بچه دنیا جهانم، همه جای جهان. بعد من رفتم دانشگاه علوم پزشکی. بعد تو راه میخواستم مثلا یه ایستگاهی پیاده شم به راننده اتوبوس، گفتن که شما از فلان ایستگاه رد میشین؟ گفت که نه. گفتم چرا؟ اتوبوس 8 بعد از این ایستگاه رد شه. گفت که نه رد نمیشه. بعد آوردم توی نقشه نشستم ببینین رد میشه. گفت که تو چند وقت اینجایی؟ گفتم همین امروز ظهر رسیدم بردم. گفت که بهتر از من که راننده این اتوبوس هم بلدی. خلاصه بعد یه خانومی هم گفت که ولی فرانسه هم خیلی خوب داره حرف میزنه. رفتم اونجا پول پرداخت کنم، اسکناس 500 یورویی داشتم گذاشتم رو میز، پراش ریخت. گفت این چیه؟ گفتم پول. گفت که ببین 500 یورویی ندیدن تو زندگیشون. خب یعنی انقدر پول زیادیه؟ خیلی زیاده 500 یورو، نهایتا 200 یورو. و انقدر ندیدن که قدرت تشخیص ندارن که این واقعیه یا الکی. گفت من اینا نمیتونم ازت قبول کنم، من نهایتا 200 یورو میتونم ازت قبول کنم.
بعد گفتم خب چیکار کنم؟ گفت که خب بعد بری مثلا عوض مثلا چنج کن اینا. رفتم 2 تا سیگار فروشی که عوض کنن، چنج نکردن برام. بعد من یه پولی بعد برای یه هزینه داره دانشگاه کنار اون 243 تا هزینه استفاده از خدمات فرهنگی دانشگاه. خب هزینه استفاده از سالن ورزش، نمیدونم کلاسای موسیقی، اینجور چیزا، هزینه فرهنگی بهش میگم. رفتم اونو بعد میرفتم چه آنلاین میتونی پرداخت کنی، ولی خب من هنوز کارت نداشتم، باید میرفتم اسکناس میدادم، رفتم دفتر پست اونجا بعد پرداخت میکردم. یکی از دوستان به پیشنهاد داد، گفت که رفتی اونجا نگی من بیای اسکناس 500 تایی دارم میگرخنا، اصلا هیچی نگو، برو بگو من این هزینه رو میخوام پرداخت کنم، گواهیشو که گرفتی پولتو بذار رو میزشون. دقیقا من همین کاری کردم، گرفتم، تموم شد. گفت که چه جوری پرداخت میکنی؟ گفتم اسکناس. گفت که اوکی. 500 یورو گذاشتم رو میز. گفت این چیه؟ گفتم پوله. گفت که من نمیتونم قبول کنم. گفتم من هیچ پول دیگه ای ندارم. اونم برام اون گواهی رو صادر کرده بود و هیچ کاری دیگه ای نمیتونست بکنه. رفتن این پول رو گذاشتن زیر دستگاه، 3 نفری نگاه کردن، مطمئن شدن که این واقعیه. بعد گفت تو این پول از کجا آوردی؟ چرا اینا از همون اول بهت نگفته بودن که مثلا پول خورد بهت بدن ببری؟ خب ببین، اولا که من خواستم با خودم 3500 یورو پول بیارم فرانسه. 3000 یورو 500 یورویی باشه برام حملش خیلی راحت تره تا 200 یورویی دیگه. بعد دیگه خلاصه رفتم. بعد میگم من با این زبان خوبی و اعتماد به نفس و اینا که این اتفاق هم قبلش افتاده بود، خیلی اعتماد به نفسم رفت و بالا. رفتم سر اون کلاسو، دیدم که بچه‌ها دارن نقشه گذاشتن جلوشون، دارن تعیین میکنن کدوم تیر رو بردارن، کدوم ستون رو بذارن و این داستانا. و من رفتم تو گروه یه سری بچهای آفریقایی، همه آفریقایی بودن توی گروه ما، فرانسوی نبود. بعد بهشون گفتم که بچه‌ها پوتخ چیه؟ خب بعد ایشون گفت پوتخه. بعد من گفتم که خب انگلیسیش چی میشه؟ گفتن نمیدونیم. پوتخ یعنی تیر. خب تیران. و آره من فرانسوی تکنیک بلد نبودم، اونا انگلیسی بلد نبودن. هر کلمه تخصصی که میخواستن استفاده کنن برای من مینوشتن توی گوگل ترنسلیت، من میدیدم به انگلیسی چی میشه. خب و اینجوری من یاد گرفتم زبان تخصصی. و کلاس و اصلا ترسیده بودم، گفتم که من هیچی نمیفهمم سر کلاس ها اینا. من روزا که دانشگاه تا ساعت 6 بودیم تا ساعت 10 شب میرفتم کتابخونه، درسای روزم رو میخوندم، بعد میومدم خونه سر یه شامی میخوردم تا ساعت 12 شب. سعی میکردم مثلا یه دونه مقاله بذارم جلوم، مقاله دانلود کنم بذارم جلوم، بخونم ببینم کلمه تخصصی چی داره که من نمیفهمم. چقدر میتونی بیفتی؟ چقدر میتونی بیفتی درسو؟ کلا که گفتم سالی واحدیه. خب اولا چه بلایی سرت میارن؟ تو اگر به اون میزان نرسه چه بلایی سرت میارن؟ اخراجت میکنم. با کسی هم شوخی ندارم. اصلا فرصت هم نداره؟ چرا؟ ببین ترم 1 امتحاناش تو ماه دسامبره، یعنی آذر. خب ترم 2 تو خرداده. شما یه سری درس رو پاس میکنی، یه سری رو پاس نمیکنی دیگه. خب توی تیر بهت یه فرصت دیگه میدن که بیای اون درسایی که پاس نکردی رو پاس کنی. همون امتحان شهریور بیا. آره. امتحاناتو بده. آره. منتها این که نمره‌ای که توی وقتی که شما ترم 1 امتحان میدی، یه میان ترم دادی، یه پایان ترم، تو پایان ترم میان ترم حذف شده. خب ولی وقتی تیر میدی دوباره امتحان بدی، یه امتحانه و همه کتابه، سخت‌تر امتحانش. فهمیدم چی شد. حتی شهریور هم همینطورن. چی؟ اینایی هم که شهریور برن امتحان میدن همینطورن دیگه. آره شهریور فکر کنم. آره فکر کنم. آره بعد یه بار دیگه اگر که نتونی باز هم پاس کنی 1 سال مردود میشی. اتفاقی که بر من افتاد. و اگه اون سال هم باز هم طی این 3 تا پروسه، یعنی امتحان معمولی و امتحان تیر ماه نتونی پاس کنی، بهت میگن خداحافظ. مگر اینکه دیگه مدیر گروهت
مدیر گروهت خیلی آدم خوبی باشه باید کنار بیاد. ما هم کلاسی داشتیم مال لیبی بود، پسر درس خون نبود، پروژه هاش هم میپیچوند و کار نمیکرد و اینا و 2 بار سال اول مسترش رو افتاد. سال اول که با هم بودیم 3 بار افتاد. 1 سال قبل از من بود، 1 سال با من گرفت، 1 سال با هم افتادیم. خب 1 سال بعد من رفتم. چقدر افتاده این یارو؟ خب 3 بار افتاده. خب دفعه اولی که افتاد شده بود سال اول من، دفعه دومی که افتاد سال دوم من بود، دفعه سومی که افتاد من رفتم M2 اون افتاد دوباره. خب و دیگه دانشگاه نمیدونست باید براش چی کار کنه. گفتن آقا نمیشه که اینجوری، تو بیا هم M2 رو بخون هم اون 2 تا امتحانی که برات مون درو برو بده. ترکوندن براش این راهو جلو پاش گذاشتم. ولی مثلا به دانشگاه اصفهان خب مثلا چیزایی که جلو پا بچه‌ها میذاشت این بود که میگفت تغییر رشته بدین، بریم به یه رشته آسون‌تر. خب اینم داشتیم. ما این کارو میتونیم بکنیم ولی بعد انصراف بدیم. خب واحدایی پاس کرده دیگه برات حساب نمیشن. گرفتم. آره از کشور دیپورت نمیشی تا وقتی که ویزا داری دیپورت نمیشی. حالا ویزا داری تا دانشگاه نمیری. آره میتونی بری یه رشته دیگه بخونی یا همین رشته رو مثلا یه دانشگاه دیگه بخونی. خب حالا بریم سراغ هزینه‌های خورد و خوراک، زندگی، رفت آمد، پوشاک مسکن. ببین سفارت آخرش هم اینو به من نگفتی که شما کار دانشجویی چه کاری میکرده، چقدر پول میگرفتی؟ آها میخواستم اینو بگم. آره ببین من 6 ماه اول درس خوندم فقط، بعد از فوریه سال 2019 رفتم سر کار. اولش برگر کینگ کار میکردم. 1 سال دانشجو توی فرانسه میتونه هفته 20 ساعت کار دانشجویی بکنه و حقوقش هم حقوق پایی است. چقدره؟ ساعتی 11 یورو حدودا. توی فرانسه این چیز دیگه هست که ما یه سازمان داریم به نام کف. این میاد کمک هزینه مسکن میده. شما وقتی خونه اجاره میکنی، خوابگاه داری، هر جایی مدارکتو میذاری که این اجاره نامه منه، اینقدر درآمدمه، اینقدر اجاره هامه، هزینه هامه و اونا با توجه به پرونده‌ت و شرایطت که کمک هزینه مالی بهت میدن از محل مالیاتی که مردم میدن. قرضه یا نه بلاعوضه. باریکلا. خب تقریبا 1/3. من وقتی خوابگاه دانشگاه رو گرفتم، خوابگاه دانشگاه اجاره هاش از ماهی 250 یورو بود به بالا تا 460 470 یورو. من کوچیک‌ترین اتاقو داشتم و 250 یورویی. خب وقتی که خونه همون وقت چقدر بود؟ خونه هم همین بوده. استودیوی 20 متری رو تو میتونستی با 450 یورو بگیری که رزیدنس خصوصی. بعد اولی که من درخواست همون کمک هزینه مسکن رو دادم، تقریبا 1/3 اجارم ماهی 85 یورو به من حقوق کمک هزینه میداد. خب یعنی من به جای 250 یورو ایش حدود 160 یورو میدادم. بعد من رفتم سر کار. 1 سال برگر کینگ کار کردم، هفته 15 ساعت. و یه چند ماه که گذشت گفتم که من یادم رفته بود به اون سازمان اعلام کنم که من کار میکنم. رفتم تو سایت وارد کردم و چون دانشجوام من معاف از مالیاتم، دولت اون مالیاتی که از حقوقم کم میکرد رو بهم برگردون. چجوری؟ با همین کف من به جای ماهی 85 یورو شد 189 یورو. یعنی 2/3 اجاره من. و من تا آخر عمرم میبوسم روی ماهشون. خیلی اینجوری که داری میگی واقعا اروپا اصلا به سرتره. خیلی سره. برای دانشجو خیلی خوبه. یعنی خیلی خوب که تو میتونی از پس هزینه‌ات میتونی زندگی کنی. و خب ببین سروش مهمه که چجوری زندگی میکنی. یا میگم من شخصا تلاشم این بود که بیشتر درس بخونم. پس نمیخواستم ماهی 20 ساعت هفته 20 ساعت کار کنم. هفته 15
کفایت میکرد برام. به چه شرطی که من رضایت بدم تو اتاق 10 متری زندگی کنم، نرم استودیوی 20 متری بگیرم. یه سری تو یه جاهایی به نظر من آدم باید بگذره از یه سری راحتی ها خب برای یه هدفی. من هدفم درس خوندم بود که خوب درس ببین آدم با خودش که رو درواسی نداره که، اما از اون روزی که آدم با خودش رو درواسی داشته باشه. تو چی میخوای؟ من تو تا 10 متریم حال میکردم خداییش، مهمون دعوت میکردم، بچه ها دوستان شام میپختم، بچه ها دعوت میکردم، درس میخوندم. اصلا دیوارا که بسته نیست که در داره، میتونی بری بیرون تفریح چیزی هم میخوای بکنی بری بیرون. یه چیز خیلی خوب یادم اومد خب که بعد تعریف کنم. یه دوستی بود که به من معرفی کرده بودن که میخواد بیاد فرانسه. داشت از من اطلاعات میگرفت، گفت که خوابگاه ها تا چه ساعتی بازن شبا؟ گفتم یعنی چه؟ گفت که تا چه ساعتی میتونیم بریم تو خوابگاه؟ گفتم هر وقت بخواد. گفت یعنی نمیگن 12 شب باید تو خوابگاه باشی؟ آخه به من گفتن خوابگاهش که اسپانسر ساعت 9 برای دختر رو فکر کنم. ببین گفتم کی به تو اینو گفته؟ گفت که یه وکیل مهاجرتی بهم گفته. میدونی چرا؟ وکیل مهاجرتی می‌خواسته براش خونه خصوصی بگیره، بهش گفته تو اگه به خوابگاه دانشگاه دقیقاً تو به خوابگاه دانشگاه وقت نمیتونی ساعت 12 شب به بعد بیای خونه، برای هم به خونه خصوصی بگیری که راحت باشی. همین دیواراش دیوار که نیست در داره. البته من خیلی دیر من فکر کنم 2 ماه بود برده بودم و واقعا وقت نکرده بودم برم شهر رو بگردم. بعد یه فرصتی پیش اومد، یه دختری اومده بود بردو، به من پیام داد از توی گروه تلگرامی که داشتیم. گفت که من اومدم بردو میخوام بگردم بردو رو، اگه شما وقتتون آزاده با هم بریم. گفتم آره بابا وقتم آزاده. اصلا کجایی؟ گفت من هاستلم. گفتم پاشو بی خونه من اتاق من با هم 2 روز پیش من باشو. بعد اومد، ما هنوزم با هم دوستیم، ما دوست صمیمیم الان. ما با هم رفتیم بردو رو گشتیم. اولین باری بود که من میرفتم بار با این دوستم رفتم. نه رو جای بدی از من نصیحت ببخشیدم. بعد خلاصه ساعت 2 شب ما داشتیم برمیگشتیم خونه. بهش گفتم من اولین بار ساعت 2 شب اینجا رو میبینم. نهایتا تا 10 شب من دیده بودم که از دانشگاه برمیگشتم خونه. و چیزی که انقدر خیلی دوست داشتم این بود که خیلی امن بود. یعنی اصلا احساس نمی‌کردی 2 شبه و بترسی. به عنوان 2 تا دختر تنها توی اتوبوس داشتیم برمیگشتیم خونه، اصلا 2 شب نبود. و شهر زنده است؟ یعنی مثلا مغازه بردو اینطوره. ببین مغازه ها فروشگاه ها ساعت 7 و 8 شب میبندن. خب سوپرمارکت ها بعضی هاشون تا ساعت 10 بازن، سوپرمارکت های خیلی بزرگ ها مثلا هایپر استار و اینا، ولی بار و رستوران تا ساعت 1 و 2 شب بازه. اونا هم که میبندن میخوان برن تفریح کنن. کلا فرانسوی عاشق تفریح کردنن، عاشق اینن که سری کارو جمع کن تمام کن بریم مثلا یه باری یه رستوران که دانمارک بود همینو میگفت. البته اون خیلی از این زودتر بود، اون میگفت از ساعت 2:30-3 بعد از ظهر همه شغلا میبندن. دانمارک البته آره. فکر کنم به منطقه جغرافیاییش هم بستگی داره که کی شب میشه. آره ولی کلا میگفت که از ساعت 3 به بعد کلا همه جا بسته است و فقط تفریح. نه اینا هم خرید جزء تفریحه، برای همین ساعت مثلا 8 شب نگهش میدارم. دیگه چی برات بگم؟ اسم به هزینه ها هست. آره از بعد از شغلت که الان گفتی 1 سال تو برگر کینگ کار می‌کردی، بعدش بعد برگر کینگ استعفا دادم که برم توی کافه. برگر کینگ خیلی سخت میگرفت به من، خب خیلی ساعت‌های کارمو بعد میذاشت و من همزمان داشتم تو زمان تحصیل هر سال لیسانس هر سال اول مستر بعد دارم میگم طوری نیست 2 ماه کارآموزی باید بگذرونی. خب من سال اول مسترم یه کارآموزی 2 ماهی گذروندم، خوب بود اوکی بود. سال دوم که رفوزه شدم گفتم من میخوام یه دونه کارآموزی اختیاری دیگه بگیرم، میخوام قویشم دیگه.
و کارآموزی ها زیر 309 ساعت رایگان، یعنی پول نمیدن به تو. من هفته 35 ساعت میرفتم کارآموزی، 20 ساعت 15 ساعت هم برگر کینگ کار میکردم، 50 ساعت و تو کارآموزی اینجوری چرت میزدم، تو برگر کینگ خسته بودم. رفتم به رئیس برگر کینگ گفتم آقا چه ساعت من درست بذاری که حداقل من 2 شب در هفته بیام و ویکندم که میام پیوسته باشه، زور من نذار بعدم شب من وسطش چی کار کنم. گفت همینه که هست. من گفتم من خواهم استعفا بدم. بعد قبلش رفته بودم با یک کافه دیگه حرف زدم که من بیام اینجا تو کافه کار کنم. گفت انگلیسی بلدی؟ گفتم آره. گفت که خب باشه بیا. اینا حرفاشو زده بودیم، ولی من اینقدر سرم شلوغ بود که اینجا که استعفا دادم وقت نکردم برم اونجا قرارداد ببندم و بعد قرنطینه شدیم. شوخی میکنی؟ اون صاحب دوم با من قرارداد نبست، گفت رستوران بسته است، من باید ببرید چیکار با تو قرارداد ببرم. ولی کارآموزی دومی که من رفته بودم دقیقاً همینجا بود، همین موقعی بود که من استعفا داده بودم. روز آخری که من اومدم از کارآموزی بیام بیرون، رئیسم بهم گفت که ماندانا ما تو شرکتمون باید به تو ببین در ازای حقوق تو وقتی کار میکنی خب پول ناهاری که سر کاریش دولت شرکت بد میده، یه مثلا 7 یورو نه 3 یورو از حقوقتو میگیره، به جاش 9 یورو به تیکت رستوران میده که تو باش بری غذا بخوری. 30% با توی 70% با شرکته. بعد به من گفت که تو به عنوان کارآموز حقوق نداشتی ولی تیک قسطو میتونستی داشته باشی و ما یادمون رفته بود بهت بدیم، به جاش میخوایم پولش رو بهت بدیم. چقدر انسان، چقدر انسان میتونست نگه و بزنم به بربدن دیگه. واقعا چقدر انسان. اینجا بود عمرم بهت نمیدادم. عمرم من این چکی که کارآموزی بهم داد و کفم که اعلام کرده بودم که من دارم کار میکنم، بعد کف گفت این توی که چند سال کار میکردی و اینا، چند وقت کار میکردی، چند ماه کار میکردی و حق داشتی که چیز بگیری، ما به اون تفاوتش رو بتونیم. خب بعد افتاده تو قرنطینه چی شد؟ من اون کمک آره تو قرنطینه من کار نداشتم، ولی اون چکی که کارآموزی بهم داده بود و اون ما به اون تفاوتایی که کمک هزینه مسکن بهم داده بود منو خیلی انداخت جلو. دغدغه مالی نداشتم واقعا. خب بعد گذشت و قرنطینه تموم شد، دوباره من کمی این ور کار کردم و یه مؤسسه‌ای بود که برای مهاجرا که ویزاهای کارت اقامت‌های بلند مدت می‌گرفتن کلاس‌های آموزش شهروندی می‌ذاشت و من به عنوان مترجم میرفتم برای فارسی زبان ها ترجمه میکردم. کار تخصصی ماندانا کردی از عمران؟ کارآموزیام دیگه 2 تا کارآموزی 2 ماهه داشتم، یکیش از بعدش مثلا بگی من مثلا تو فلان شرکت الان مثلا دارم کار عمران میکنم. الان تا زمانی که دانشجویی نمیتونی. خلاصه من یه سری کارهای مدلی دانشجویی انجام دادم، مترجم بودم و بعدم مستر 2 که رفتم یه کارآموزی 6 ماهه توی یکی از شرکت خفنای فرانسه رفتم کار انجام دادم. کارم هم نظارت بر اجرای ساخته، مجری کارم. خب و میتونم حقوقتو بدونم؟ آره اون موقعی که الان یا همون موقع رو بگو، همه الانو بگو. کارآموزی من یکی از بالاترین حقوقا دوره کارآموزی داشتم. معمولا کارآموزی ماهی 600 یورو بهت میدن ولی من تقریبا ماهی 900 یورو میگرفتم. ای کلک. خب خیلی شرکتم خیلی خوب بود، منم خیلی خوب کار میکردم خداییش. بعد مثلا بتون ریزی کف و اینا با من بود، من مسئول مستقیمش بودم. خیلی تجربه خوبی بود. نزن این حرفا رو، جدی میگی؟ چقدر هیجان انگیز. خیلی خوب. همه دانشجو اینقدر اعتماد میکردن؟ چطور؟ اعتماد میکردن تا 3 روز اول من میبرد سر سایتمون به کارگر معرفی میکرد، گفت ماندانا کارآموز منه، از الان با چند روز اول با من میاد و از این به بعد خودش تنها میاد. استرس نداشتی؟ نمیدونم بالاخره
چند نفر کارگر باید زیر دست نه سروش استرس نداشتم، بیشتر خجالت میکشیدم. خب و اینقدر که این رئیسم با من با اعتماد به نفس رفتار میکرد که تو از پسش برمیای و تو دیگه باید این کار رو انجام بدی اینا، من گفتم پس من میتونم. مثلا یه کسی از خارج از شرکت میومد در اتاق من میگفت که این فلانیو ببرش فلانجا رو نشونش بده بگو چیکار کنه. و من یه لحظه جا میخوردم، میرفتم برای تاش میگفتم دیگه چیکار کنه، بعد برام توضیح میدم میگفت برو تو میتونی. خیلی خوب بود. یه بار با هم میخواستیم، خیلی کارهای خوبی میکرد، یه بار با هم میخواستیم بریم یه سقف سوراخ کرده بودیم، بعد از بالا برای اینکه چیزی نیفته توش می‌خواستیم روش چوب بذاریم و پرچ کنیم به بتون که خطر ایجاد نکنه. رفتیم با هم دم کنتینرمون که دریل و مت و اینا رو برداریم بریم انجام بدیم. دوتا سبک سنگین کن، یک شد داد یه زن اومد. سبک سنگین کن چیکار کردی؟ یه بگو. سبک سنگین کن تو دستش، یک شد داد دست من، گفت این برای بزن اومد. خب یعنی که منو تو برابری، من نمیتونم بگم تو ضعیفی پس من قویم پس دوتاشو من میارم، تو قوی و میتونی بیاری. و بعد بهش گفتم که سنگینه رو دادی به من؟ گفت نه دوتاش یه وزن. یا مثلا یه بار دیگه میرفت ناهارا رو همه با هم میخوردیم، وایستاده بود زودتر از همه گرسنه شده بود، از مثلا ساعت 12 من گفت که پاشیم بیاین ناهار. این گفت همه بیان سر میز، من میز رو چیدم. خلاصه دیگه تا اومدیم بریم شد 12 دقیقه. من وارد سالن آشپزخونه‌مون که شدم یه دفعه گفت که اومدم مثلا ببینم کجا بشینم، گفت تو بشین اینجا. یه جایی نشون داد و اینا. گفتم چه فرقی داره؟ گفتم برای همه کارب چنگال چیدم، برای تو قاشق چنگال. حواسش بود که من با قاشق چنگال مثلا فرق میکنه. آره حواسش بود. من در هفته چند بار ماکارونی خوردم، چند بار برنج خوردم. خیلی آدم خوبی بود. میدونی آدم با اینه که کار میکنه خیلی لذت میبره. اصلا ریسیست نبود. و مثلا حواسش بود که من لاکم امروز لاکم رو عوض کردم، لاکم با رنگ گوشیم سته، یا مثلا تیشرتم روش از اینا بیا بیرون. به من اینو بگو که الان حقوق چقدر میگیری، کجا کار میکنی؟ الان پارسال که درسان تموم شد 3 جا مصاحبه کاری رفتم که 2 تاش اوکی بود، خوب بود، و یکیش که خیلی از همه بهتر بود، یعنی شرایطش نه بهتر بود. گفت که ما همین الان میخوایم کار کنیم و من داشتم میومدم ایران. گفتم خب من فکر نمی‌کنم به این راحتی کار پیدا کنم و من سفر ایران دارم، میرم 1 ماه ایران دوباره برمیگردم. بعد موقع اگه شما هنوز موقعیت شغل داشتین بهم بگید. من برگشتم فرانسه و دوباره بهشون زنگ زدم، گفتم که آقا من اومدم و اگه کار داریم به من بدید. 1 ماه بعد بهم زنگ زدم گفتم ما این پروژه داریم پاریسه. من بردو زندگی می‌کردم و بعد به یه شرکتی کارشون شرکت نصب نماهای سنگیه، بازسازی و نصب. میخوای بری؟ گفتم آره دوست دارم، بدم نمیاد. رفتم و 6 ماه با اونا کار کردم. بعد الان دارم توی بزرگترین شرکت ساختمانی فرانسه یه مأموریت 6 ماهه دیگه دارم. نه ببین تفاوتش اینه که من مستقیم استخدام این شرکت نیستم، من توی شرکت مهندسی مشاورم. چی؟ لژیونرم. من توی شرکت مهندسین مشاورم که پروژه های 6 ماه 1 ساله میرم شرکت های دیگه کار میکنم. پشمام، فقط میتونم بگم ماندانا پشمام، به افتخار میکنم. از چی؟ متشکرم. باریکلا، واقعا میدونستم جنم داری ولی فکر نمیکردم انقدر جنم داشته باشی. بعد سر ساختمون ببینیم. واقعا نمیتونم فکر کنم، اصلا تصورشم نمیتونم. صبح روژه قرمز میزنم میرم سر چیز به سایت ساختمونی، میگیم شانتیه، میرم سر شانتیه با یکیه که کارگر دست میدم. شوخی میکنی؟ بعد اونم میگن هرچی رئیس بگه. باریکلا، پشم پایم.
همه همینو به من میگن که نمیترسی داری با مردا کار میکنی با کارگرا. نه من اصلا اون تیکش فکر نمی کنم. من از اینش خوشم میاد که اصلا مهم نیست که مردن یا زنن، مهم اینه که بلا فاصله بعد از دانشگاه بری تو اون پوزیشنی کار کنی که مثلا یه سری آدم دیگه زیر دستت باشن. خب آره. ببین من یه همچین تجربه خیلی کوچیک‌تر از چیزی که تو داری میگی. خب من سر ساختمون اصلا پشمام میریزه همینطوریش بخوام رد شم. خب ساختمون من نظرم یه ذره خیلی متفاوتیه، ولی من از دانشگاه اومدم بیرون رفتم مدیر پروژه شدم. خب و چون سنم کمتر از بقیه بود و تازه وارد شده بودم، بقیه از من خیلی سخت حساب می بردن. خب و بدیش این بود که اونا تجربه یه کارمندی خیلی زیادی داشتن ولی من تجربه مدیریتی 0 داشتم. خب و هر چی میگفتم باید یه سند و مدرکی پشتش می بود که بتونم به اونا بفهمونم که نه من دارم درست میگم. خب اینکه حرفمو بقبولونم خیلی کار سختی بود. به خاطر همین این تیکشو خیلی میتونم قشنگ لمس کنم. حالا مهم نیست دختر باشن یا پسر باشن، هرچند که اینایی که تو مثلا توی این محیطی بودن که من میرفتم دختر و پسرشون با هم میدریدن آدمو. آره واقعا، یعنی اصلا اینجوری بودن که تو چی میگی؟ تو یه روز اومدی 2 روز اومدی، ما 2 سال داریم اینجا کار میکنیم. خیلی دمه. آره. اینجا یه همچین داستانی هست. خب مثلا کارگرا زیر بار حرف رئیسا نمیرن، میگن آقا من تجربه کاری دارم تو چی میگی؟ تو که تازه دانشگاه اومدی. خب ولی بین پسرا اینطوریه. تو همون چیز کارآموزی من اگه بخوام بهت بگم، یه روزی اون بالا سریه من اومد بهم گفت که عصبانی اومد تو دفتر، گفت که برو پایین تو شانتیه به مصطفی بگو که لوله های آتش، یه شرکتی بود رئیسشون اسمش مصطفی بود، ترک بود، لوله های آتش نشانی اطفای حریق و اینا نصب می‌کردن. گفت برو به مصطفی بگو فلان جان لوله ها رو بعد بیاره پایین. گفتم که مصطفی کیه؟ گفت همون مرده که این شکلیه. گفتم اوکی. رفتم پایین، پس آقا رو پیدا کردم، گفتم سلام اسم تو مصطفیه؟ گفت که آره. گفتم که ببین ما می‌خوایم این دیواره رو سوراخش کنیم، خب ولی نمیتونیم، لوله های شما جلوشه، به نظر چیکار میتونیم بکنیم؟ بعد گفت که خب لوله ها رو بیاریم پایین. خب من گفتم واقعا میشه این کار انجام داد؟ گفت آره. گفتم بعد تو میتونی انجام بدی؟ گفت که الان نه ولی 10 دقیقه دیگه میتونم. خب من رفتم یه دور زدم، کار دیگه هم انجام دادم، اومدم تو شرکت بالا تو دفتر. سوپر یوغم اون همون بالا سریم بهم گفت که چی شد؟ نگاه کردم ساعتم، گفتم انجام شد. یعنی چه؟ گفتم من 20 دقیقه پایین بودم، 10 دقیقه پیش بهم 20 دقیقه پیش گفت 10 دقیقه دیگه انجام دادم، 10 دقیقه اصلا انجام شد. گفت چه جوری این کارو کردی؟ گفتم هیچی دیگه، اصلا بهش گفتم میخوام جای سوراخ کنم، کار میکنی؟ گفت آره. بعد تفاوت دختر و پسر و نحوه گفتن خیلی مهمه به نظرم. بعد اینکه جایگاه تو بفهمن، مثلا چه جوری میدونی بعضی وقت هست که حرف تو رو گوش میده خب ولی جایگاه تو رو نمیفهمه. یعنی مثلا ببین مثلا میگم مثلا تو میری به یکی میگی که فلان چیز خرابه، میشه اینو مثلا درستش کنی، فلان کد مثلا خراب، مثلا فلان نم بوتون خرابه میشه درستش کنی، ولی جایگاه تو که تو ناظر بر اونی رو درک نمیکنه. حقیقتش اینه که من تو کار خیلی احتیاج ندارم که اینو بفهم، اینو بهش ثابت کنم، چون کار من انجام میده که من میخوام کارم انجام شه. حالا من برم بگم من خب نه، یه جاییه که اون نمیپذیره. این تا زمانی که اون نپذیره به مشکل نمیخوره، تا وقتی میگه چشم اوکیه حله. خب ولی اونجایی که به تناقض میخورین به مشکل میخوره. یعنی طرف میگه که نه به نظر من نباید این اتفاق بیفته ولی تو باید تصمیمو بگیری. مثلا آره اونجاست من میگم که ولی خب من دفتر محاسباتی اون موقع به من گیر میده. یا مثلا اگه آره اونجا مثلا من میدازم گردن دفتر محاسباتی دیگه، میگم که خب اونا اگه اومده الان میشه درستش کرد ولی بعدن، اگه دفتر محاسباتی من گیر داد دیگه کارش نمیتونیم بکنیم. ما
آره. خب حقوق الان چقدره؟ برو سر اصل الان سالی 30,000 یورو میشه. ماهی چقدر؟ بدون کسر از مالیاته 2500 کسر از مالیات 600 تا مالیات مستقیم از همون کم میشه. و الان هزینه محل زندگی چقدره؟ ببین من حقوقم پای حقوق بوردو شهر کوچیک خب و بعد خونه‌ای که توی بوردو دارم اجاره خونم حدود مثلا 500 یوروه خب بعد هزینه های زندگیم خیلی تفاوت زیاد نکرده. میتونم بگم مثلا خورد و خوراک و اینا با تورمی که پیش اومده ماهی 200 یوروه. بعد ولی مثلا اگر که من میخواستم توی پاریس زندگی کنم اجاره خونه پاریس گرونتر میشد. مثلا میشه چیزی بین 700 تا میتونی پیدا کنی تو خود پاریس، نه اطراف پاریس، تو خود پاریس با 900 تا 1000 تا میتونی پیدا کنی و هزینه زندگی تقریبا همونه. حمل و نقل تو شهرهای کوچیک هزینهش کمتره، تو پاریس بیشتره. ولی تو پاریس اگر که اینم بگم وقتی زمانی که دانشجویی یه بیمه‌ای که همه داریم 30% هزینه درمانه و بیمه تکمیلی که اون 70% دیگر پرداخت میکنه برای دانشجو رایگانه و شما با ارائه بیمه تکمیلیتون به دفتری که براتون کارت حمل و نقل صادر میکنه میتونین 70% تخفیف بگیرین. مثلا پاریس ماهی 80 خیلی داری آفر میگی. پاریس ماهی 84 یوروه حمل و نقلش که میشه 21 یورو. ببین دیگه داری حالمو به هم میزنی اینقدر که آف داری. یعنی هر چی میخوای بدی 50%شو فلانجا میده. خونه چقدر میدی؟ یه جایی هست اونجا 70%شو میده. خب لعنتیا یعنی چی؟ آخه سروش نگاه کن من مستقیم هنوز حقوقمو یعنی آخر ماه که اول ماه که میشه قرار حقوقمو بدن 600 تاشو ندارم. یعنی پول یه اجاره خونه ندارم. ببین یه سوال دیگه ای به نسبت مثلا مشاغل مختلف حقوق تو الان جزء چه مثلا بالاهاست یعنی مثلا آره. مثلا اولا هر جا میرفتم میگفتن که چیکار میکنین گفتم مثلا انجینیرم الان من چون تازه کارم 1 سال سابقه کار دارم حقوقم پایینه خب نسبت به کسی که لیسانس دارم بالاه، نسبت به یه مستری که 5 سال سابقه کار داره پایینم. ولی مثلا 5 سال دیگه 3000 تا 3500 4000 تا رو میتونم در بیارم خب ولی از یه جایی به بعد تو هرچی حقوقت بیشتر میشه مالیاتت هم بیشتر میشه. آدم‌ها ترجیح میدن که حقوق نره بالا آپشناشون بره بالا، تعطیلی بیشتر داشته باشن مسافرت بهتر داشته باشن. مثلا شرکتی که باش کار میکنن اون شرکتی که من کارآموزی بودم به جای اینکه آدم‌ها وقتی که سابقه کارشون میرفت بالا به جای اینکه حقوقاشون رو بیشتر کنه بهشون کمک هزینه بازسازی منزل میداد. یعنی میگفت برین خونه بخرین من کمک هزینه میدم خونه هاتون رو خودتون بازسازی کنین. یا مثلا داره خیلی خوشم میاد از فرانسه و این بده و این چیزه میدونی این مال همینه که خود فرانسه یا خیلی تفریح کردن دوست دارم. مثلا بهشون مرخصی بیشتر میدن میگفت بریم تفریح کنیم بریم سفر. همشون حداقل مثلا همه اروپا رو گشتن و هم میرن جزیره های مختلف رو امتحان میکنن و یه چیزی. من بوردو موقعیت جغرافیاییش میشه جنوب غرب فرانسه، اقیانوس اطلس کنارمونه، ما 1 ساعت تا اقیانوس اطلس فاصله داریم و حدود 3 ساعت تا اسپانیا، تا مرز اسپانیا. اسپانیا هم دوست دارم. الان دارم آپشنای زیادی میاد تو ذهنم. بعد آدمایی که تو بوردو و اطراف بوردو زندگی میکنن تفریحشون اینه که آخر هفته ها برن لب ساحل و کایاک انجام بدن. کایاک یا سرف، تخت سرف
همه کایاک و سرف اصلا همشون یه دونه تخت موج دارن که میبرن میکشن رو دوششون میبرن ویکندا اونجا و من آرزومه که این کار یاد بگیرم. خیلی خوبه. ایشالله بزرگ میشی. درساتو بخونی، مدرسه خوب بری، غذا خوب بخوری، اون کار هم می‌کنی انشالله. چرا که نه. برچی بار نری، برو اونجا، برو هر جا دلت میخواد برو، بار نرو هر جا میخواد برو. یکی از خوبیام که بگم یه بار بارم حتما 100% آف داره برا تو. منم ببین بارا من ساعت 7 که کارا تعطیل میشه شلوغ میشه. خب برای همین ساعت 4 تا 7 که معمولا کسی نمیره و بارشون خلوته، برای اینکه مشتری جذب کنن 50% تخفیف میذارن. ببین دیگه حالم از همه کشورهای دیگه به هم میخوره. حیف که یه سال و نیم حالش ندارم بشینم فرانسه بخونم، ولی واقعا خیلی آپشن خوبی بود. این بچه‌ای هستن که با انگلیسی هم بیان دوره‌های انگلیسی شرکت میکنن. من یعنی دیگه این فرانسه رو برای زندگی روزمره‌شون خیلی هم کسی که فرانسه بلد نباشه انگلیسی بلد باشه میتونه کار پیدا کنه توی فرانسه؟ آره میتونه. الان اون دوستم که بهت گفتم که هوش مصنوعی خونده بود و اینا داره با انگلیسی کار میکنه، اصلا خودش زحمت نمیده که فرانسه یاد بگیره. پارتنرش هم فرانسویه، ولی به جهنم که پارتنرش فرانسویه، پارتنرش باید باشه انگلیسی حرف بزنه. این مسخره بازی ها نداری. آره من وقتی که مثلا یه درخواستی دارم از کارگرام و میدونم که کار سختیه براشون، بعد سعی میکنم یه جوری بهشون یه حالی بدم، مثلا یه کاری براشون بکنم. یه بار دار بستنس میکردیم، بعد قاعدتا وقتی اون زون ما کثیف میشه وظیفه اون کارگر نصاب داربست نیست که اونجا رو تمیز کنه. من باید از شرکت خدماتی یعنی رو بگیرم که فقط کار تمیزکاری بکنه. بعد ما این کارو مثلا بعد 2 هفته بعد انجام میدادیم، ولی توی اتفاقی افتاد که بازدید داشت اون ساختمون و بعد زودتر انجام میدادیم. من رفتم به کارگرم گفتم که میشه کارت که تموم شد لطفاً یه دستی بکشی. گفت که باشه میکشم. حداقل جایزه بهم بده. گفتم چی میخواد؟ گفت ویسکی. بعد رفتم براش میشه بوق میذارم. رفتم براش یه بطری ویسکی خریدم و من دادمش، گفتم براتون. داری کرد. بعد گفتم که آخر هفته رو عشق و حال کن، یخ بنداز توش، قشنگ رله. بعد یه بار دیگه هم تو همون شانتیه یه سری کارگران شنبه ها کار میکردن. بعد جمعه که بهشون سر میزدم گفتم تو چرا شنبه ها نمیایی و بی شنبه ها به ما سر بزن و ما رو ول نکن اینجا و اینا. گفتم باشه. یه بار یه شنبه رفتم، یه دفعه یکشون که از همون جوون تر بود گفت بیسکیت کو. گفتم نگفته بودی بیسکیت میخوام؟ گفت یعنی گفتم میآوردی؟ گفتم آره. هفته بعد شنبه که رفتم گفتن این در توه، یه پلاستیک بهش دادن، یه پاکت بهش دادن، گفتن این در توه. گفت چیه؟ گفتم باز کن. باز کرد. باری کرد. نه ما اینجا نمایتن تو نماز شب دعاشون میکنی. بعد گفت که خودت هم میخوری؟ اینجا رو بوق بزن. گفتم آره. بعد گفت که پس بریم الان یه لیوان با هم بخوریم. گفتم ببریم چیکارت کنم. یعنی همه اون افتخارات و اینا همش به کنار، این یه تیکه خرابش که قهوه‌ای کردی کنم. من اینو چجوری سانسور کنم؟ کاتش کن. بوق بزن. کامل باید بوق بزن. نه بوق بزن. نه بوق. نه بوق بزنی بعد سری میگم آره چی بوده؟ چی کار کرد؟ اوکی آقا. چیزی هست که بخوای بگی ازت نپرسیده باشم یا مثلا مونده باشه؟ آره من کلا هر کسی میخواد مهاجرت کنه یه توصیه بهش دارم، اینکه بدونه برای چی میخواد مهاجرت کنه. خب نگه چون همه دارن میرن منم باید برم. شاید برای بعضیا موندن بهتر باشه، شاید آمادگی روانیش وجود نداشته باشه. خب اون آمادگی روانی خیلی مهمه. خب اینکه تو بیای اونجا و
فکر کنی که هر جوری شده تو موفقی، ولی بیای اینجا یک بار شکست بخوری و ببینی بقیه موفقن، بخوره تو ذوقت، با یه افسردگی برگردی، خیلی بدتره. خب بعد بدونی که برای چی میخوای مهاجرت کنی، و این راه پر از سختیه، آیا ارزشش رو داره یا نه. سروش من مهاجرتم دلیلش اصلیش این بود که میخواستم مستقل بشم و فکر میکنم اکثرا هم نفر قبلی هم که خانم مهسا محمدی بود، اونم دقیقاً یه همچین حالتی داشت، یعنی علت فکر میکنم اکثرا همین باشه. ممکنه آره. بعد من اون اولا به خاطر ایرانی بودنمون بانک ها برام حساب باز نمی‌کردن. من شاید 10 تا بانک رفتم و باز نکردن حساب، و بانک آخری که رفتم از قبل من همه مدارکمو نشون داده بودم، وقت گرفته بودم اینا، و وقتی رفتم روزی که بعد حساب باز میکرد گفت نمیتونیم، من نشستم در بانک گریه کردم، شاید 5 دقیقه گریه کردم. بعد به خودم گفتم که تا آخرش میخوای هر اتفاقی افتاد بشینی گریه کنی، پاشو جمع کن خودتو، برو یه بانک دیگه سوال بپرس. رفتم کلا یه بانک دیگه، همونم بهم اوکی داد. 2 روز بعدم رفتم حسابم باز کردم، هنوزم با همون بانک قرارداد دارم، دمشون هم گرم، خیلی هم بهم حال دادن تو این 4 سال. حالا یه چیزی با حال بگم، تو از لحاظ حجابی مثلا محدودیتی نداشتی. خب یکی از بچهای دانشگاه اصفهان که میشناسم که میخواستم با اونم اتفاقا حرف بزنم، ولی خب اون تازه رفته و خیلی اونقدر هنوز دست و بالش باز نیست. اون با حجابه و خیلی مشکل داره سر حجابش و میگه به خاطر حجاب خیلی جا بهم کار نمیدن، مثلا خیلی جا نمیدن فلان میکنن، در صورتی که ما اگه داریم فرار میکنیم که با بی‌حجابیمون مثلا اینجا کنار نمیان، اونورم باید داریم دنبال جایی میریم که اونورم به چیزمون گیر ندن. خب کدوم کشوره؟ فرانسه است ولی نمیدونم دقیقا شهرش یادم نمیاد کجاست. آخه ببین سروش، من بهت گفتم که اینجا پر از مهاجرت، جزایر مراکشی و مسلمونن. خب آره نه میگفت که داره، ولی مثلا بعضی از جاها رو میگفت، مثلا الان معلمه یه جایی فکر کنم که انگلیسی درس میده، بعد میگفت مثلا صاحب کار اونجا ازش خواسته که اگه میشه مثلا حجاب کامل سرت نکن، مثلا اینم کلا بذار سرت، یا نمیدونم اینطوری. میدونی چرا؟ چون که فرانسه لایکه. خب و میگه که شما توی مکانهای دولتی و جاهایی که باعث شستشوی مغزی میشه نباید هیچ گونه نشانه‌ای از هیچ دینی داشته باشه. تو هیچ کارمند دولتی رو نخواهی دید که صلیب تو گردنش باشه یا روسری سرش باشه یا کلاه یهودی سرش باشه. اینو مثلا تو اون کلاسایی که من میرفتم ترجمه می‌کردم، بهشون میگفتم که توی مدرسه معلم مدرسه حق نداره که حجاب داشته باشه یا مثلا نشانه دینی با خودش باشه. بچه ها میتونن راجع به دین حرف بزنن، خب معلم میتونه سوالاشون رو جواب بده، ولی اینکه کلاس دینی براشون برگزار کنه ممنوعه. پدر و مادری که میخوان برن تو مدرسه بچه‌شون میتونن نشانه دینی داشته باشن، ولی کارمند نمیتونه داشته باشه. شاید خاطر همین بوده، چون دقیقاً داره با بچه‌ها در واقع چون میگه که شما بچه با تون سر و کار داره، بچه قدرت تشخیص نداره و این باعث القای ذهنی میشه. شما راه زندگی حق نداری برایش راه زندگیش رو تعیین کنی، باید 18 سالش بشه خودش تصمیم بگیره. توی دانشگاه آزاده، هر کی هر جوری میخواد میاد، ولی مدرسه و اینا نه. و گرفتم ما رمضان تازه تموم شده اینجا، از اولی که شروع شد هر کی میومد تو دفتر ما میپرسید که تو فقه رمضان یعنی روزه میگیری؟ سوال یعنی اینقدر جا افتاده. اصلا کاری ندارم تو فرانسوی، شرقی، تو آفریقایی هستی، هیچی برشون مهم نیست. اولین سوال همینه، روزه میگیری؟ و با عرض عذرخواهی من هر کی میاد دفتر اولین سوال بود که کافی میخوری؟ بعد گفت نه نمیخوام. گفت آها روزه میگیری. کاملا درک میکنم. الان اینجا
تو ایرانش هم کسی نمیپرسه ما رمضون تو روزه میگیری یا نه. آره. یعنی اونجا میپرسن، هرچی اونجا داره عادی میشه اینجا داره غیر عادی میشه. آره دیگه. چیزی دیگه هست که بخوای بگی در مورد جز مهاجرت، در مورد نمیدونم خود فرانسه اصلا کشوری هست که اگر بخوای بازم بری همون انتخاب کنی اوکی باش؟ نمیدونم آیا برای سیتیزنیش اقدام میکنی؟ نمیدونم. ببینید برای سیتیزن شدن که سیتیزن سیتیزن شدن این شهروند بشی، اقامت بلند مدت بگیری، میتونی اقدام. من بعد از 4 سال 5 سال میتونی اقدام کنی. من الان 4 سال نیمم پره، کم کم میتونم اقدام کنم برای اقامت دائم و همزمان برای درخواست ملیت. یه ذره باید دست پر باشی، یعنی تو نشون بدی که آدم مفیدی هستی، آدم به درد نخور نیستی، زبانشون رو بلدی، مدرک ارائه بدی، تحصیلات داری اینجا، کار داری، مالیاتاتو به موقع پرداخت کردی، بدهی نداری به دولت، جرمی مرتکب نشدی تا حالا، جریمه ماشین و اینا چرا، ولی جرم مرتکب نشده باشی دیگه. یه سری این چیز آسفت تو تصمیم گرفتی که همونجا بمونی. آره من اولا میگفتم که شاید فرانسه برای من یه پل باشه برای رفتن به آمریکا یا کانادا، خب ولی تو پروسه استقلال من خیلی اذیت شدم و بعدم که کووید شد، کووید کلا من حس میکنم من بعد از کووید 3 سال پیر شدم، چون من زندگی اکتیو دوست داشتم و تو کووید ما زندگی اکتیو نداشتیم. بر همین خسته شدم از لحاظ روحی خیلی و گفتم من دیگه به مهاجرت دوم فکر نمی کنم، همینجا زندگیمو میسازم و دارم سعی میکنم که بسازم. ولی اگر که هدفت تو زندگیت برای خودت مشخص باشه میتونی تصمیمایی درست بگیری. الان یه دوستی دارم که تازه اومده، بعد اون توی یه شرکت همزمان که درس میخونه توی شرکت هم کار میکنه. به این صورت این مدل درس خوندن بهش میگن الترنانس. تو میری دانشگاه درس میخونی، یه مهلتی داری که بری برای شرکت رو درخواست بدی، بری باشون همکاری بکنی. اون شرکت هزینه تحصیل تو رو میده، بعد به تو یه حقوقی هم میده، ولی پایه حقوقی پایین‌تر. مثل اینه که تو کارمند اون شرکتی با لیسانس، اون شرکت تو رو میفرسته، هزینه‌های تحصیلت رو میده که تو به سطح علمی بالاتری پیدا کنی و بیای کارش ارتقا بدی. خب آره یه لحظه ببخشید یه لحظه میشه کامل چیز هست ببخشید. خب و اون برای اینکه توی حالا هزینه‌های زندگیش بیشتره اون درآمدشه، کار سیاه داره کنارش انجام میده. بعد داشت چند وقت پیش میگفت که خسته شدم. گفتم که هدفت چیه؟ گفت نمیدونم، خیلی الان بی هدفم. گفتم من تو نقطه تو بودم. تو اولی که اومدی به من گفتی میخوای بری دکترا بخونی و رفتی تحقیق کردی، فهمیدی خب اگه بخوای فلان رشته‌ای که دوست داری دکترا بخونی باید دانشگاه تو عوض کنی، بری مخابرات بخونی، این دانشگاه سطح علمیش برای دکترا خوب نیست و امتحان زبان باید میدادی، یه زبان انگلیسی، ولی دنبالشون ول کردی. میخوام بهت بگم که الان اون نقطه مهم است. هدف تو دکترا خوندن بوده، چون پول داره زیر مزه پول زیر دندونت اومده، اونو ولش نکن. جوونی، انرژی داری، بعدن میتونی پول در بیاری. چقدر حرف قشنگی، چقدر حرف قشنگی، لعنتی چقدر حرف قشنگی. و بعد حسرت آرزویی پول مزه نکنه زیر دهنه، پول مزه نکنه زیر دهنه. چقدر حرف قشنگی. 30 سالته 30 سالته انقدر، ولی چقدر حرف قشنگی. جدی میگم یک سری انقدر تالنتن خب و یارو اون دور میافتن که فقط درس بخونن و هیچی از اون لحظه زندگیشون نمیفهمن. خب یارو اون دنده میافتن که خب پول داریم در میاریم دیگه بریم بهتره کنیم. میدونی چی میگم؟ اون هدف تمام، اون هدف. ببین من خودم بر این باورم که ما میتونیم خوش بگذرونیم خب
و پیشرفت کنیم. وقتی که کاری رو انجام بدیم که دوستش داریم تموم شده رفت. تا زمانی که کاری رو داری میکنی که عاشقانه، مثلا حداقل 70-80% دوستش نداری، خب هر چقدرم که پول در بیاری باید به همون اندازه که کار میکنی زمان بذاری که تو تفریح اون انرژی رو بگیری. خب ولی وقتی داری از اون کار انرژی میگیری تو دیگه نیازی نداری به اون زمانه که بذاری. 2 ساعت هم که بری بیرون تمومه، اون انرژی رو گرفتی. ولی وقتی داری کاری میکنی همش هی باید اونو هی تکرار کنی و پولا رو جمع کنی بری یه جایی آتیش بزنی، پولا رو جمع کنی بری یه جایی نمیدونم. به خاطر همین کلا حالا با فضای بار و این چیزا به نظر من یه چیز، حالا نظر شخصیمه، یه چیزی که شاید خوشی واقعی نیست، شاید آدرنالین طبیعی نیست. میدونی چی میگم؟ من دنبال یه چیزی هم که حالا هم هلسی باشه، هم آدرنالین واقعی، دوپامین واقعی به تو بده، وگرنه با قرص هم میشه. میدونی چی میگم؟ چیزی که یه لحظه تو رو از واقعیت دورت کنه یعنی واقعیتت کوفته. خب اگه تو از خوردن چیزی که واقعیت رو از فکرت ببره بیرون لذت ببری، متاسفم برات، چون واقعیت تلخی داری. ولی اگه واقعیت شیرین باشه، از واقعیت لذت ببری، نیازی نداری چیزی بخوری که یادت بره. میدونی چی میگم؟ و این به نظر من فوق العاده است. خیلی خوشم اومد از این جمله‌ای که گفتی. خواهش میکنم. جمله طلایی زیاد دارم. اینو می‌نویسم سردر این ویدیو. خیلی خوشحالم که وقت تو در اختیار من گذاشتی. انشاءالله من بیشتر با در ارتباط باشم و حتما امیدوارم که من از خدای شغل شناور خواستم، یعنی دلم نمیخواد یه جا بند بشم. امیدوارم مسیرم به فرانسه بخوره و تو نیای سمتم، من از اون ور رد بشم. آقا میتونیم برنامه بزنیم کشور دیگه؟ نه من میخوام بیام فرانسه. باشه بیا فرانسه. آره میخوام حتما بیام فرانسه. تشریف بیارید. حتما. خیلی خوشحال شدم ازت. همینطور قربانت، مراقب خودت باش، دست در نکنه. این ویدیو یکم طول میشه تا آپلود بشه ولی قبلش با هم همین فردا میخوام. باشه کاری نداری؟ قربانت سلامت باشی. خداحافظ.